من رحمن فتاح يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد. شیخ سعدی میگه دلارام باشد زنی نیکخواه ولیکن زنی بد خدا یا پناه. سفر عید باشد بران کت خدا کی بانوی زیشتش بود در سرای. سفر عید باشد بران کت خدا، اون مردی که از خاندانش سفر میکنه میروه زنی بدی بدگهر داشته باشه اگر او سفر کردن برای او عیده، یا که همون مردی خوبی مسلمان باشه زنی بدگهری ویران باشد اگر از خانه که برای مرد عیده. سفر عید باشد بران کت خدای کی بانوی زیشتش بود در سرای. دری خورمی بر سرای ببند که بانگی زن از وی برآید بلند. حضرت شیخ سعدی میگه از اون خاندانی که آوازی زن بلند میبراید دری خورمی از آن خاندان ببند که بانگی زن از وی برآید بلند. از او خانه ای که عائله ای که آوازی زن بلند برآمد به دشنام حقارت او در او خانه خورمی نیست. دری خورمی بر او خانه ببنده کن. مجتهدا دیگر بزرگ‌ها میگفتن که آواز بلند زن آواز قبیح قباحت دشنام حقارتش چنان گناه عظیم است که حتی که برابر زنا کردنش وریم تا گناهی بد است، بسیار قبیح است. امروزه هم میبینی در بعض قد کوچه میبینی همون زن میبینی البته که جاهل است، بیچاره نادان است، گمراه است، بی تعلیم است، بی تربیت است. او پدر مادر او زن تعلیم نکرده است، تربیتش نکرده است، شوهرم تعلیم تربیتش نکرده است. کودکش در بیرون میبره بعد لط کوب میکنه و دشنام حقارت میکنه. کودک خچه در بیرون میبره بعد میزنه و لط کوبش میکنه و کودک داد میگه و هر یک کسی که چشمش با او بافته البته عصبش ناآرام میشود، طبیعتش خیره میشود. او را در خانه میشنانی، تعلیم و تربیت میکنی، ادب میدی، نه در قد کوچه. یا اینکه او فرزند یک سخنی بد قباحت میگه که او سخن حتی که در شنیدنش علاقه طبیعت آدم خیره میشود، حتی یاف میشود بعضیش که فرزندی خودش لعنتی میگه. حالا هم که اون زنی گمراهی بدبخت ببین که معنای لعنت حالی اون ندانست است که چیست. لعنت معناش از رحمت خدا بی نصیب شدن، از رحمت خدا دور بدن. وقتی که فرزند خودش لعنتی گفت یا پدر لعنت گفت معناش میشود که همین فرزند خودش دعا کرده است که از رحمت خدا تو دور باش، خدا تو را بدبخت و بی سعادتت کنه. معنای لعنت همون است. یا بعضی پدرهای بی سواد گمراه هست فرزند خودش اکن نوازیش میکنه میگه ای پدر لعنت میگه یا پدر لعنت میگه، فرزند خودش میگه. یعنی فرزند چه گفته است لعنت خدا را، دوری رحمت خدا را با خودش خواسته است. این گمراهی را ببین، این نادانی و جاهلی را ببین که لعنت گفتن از همه قباحت و رذالت بدی دارد، اما فرزند خودش لعنتی میگن. یا بعضی زنها می کلمه را به زبانشون جاری میکنن میگن بسیار زشت است، مادرها و خواهرها با اونها برسانین. البته که اونها نمیشت لعنتی گفتی، پدر لعنتش گفتی معناش میشه که ترا خدا بدبختت بگردانه، از رحمت خودش دور و بی نصیبت کنه. او فرزند بعد چی میشه؟ اوباش میشه. او فرزند بعد مکانش چی میشه؟ حبس خانه میشه، مکانش در بدر میشه، آدم کش میشه. بعد چیکار میکنه؟ و گیره این کش میشود، ضرر رسان در جامعه میشود. از سبب چی؟ مادر پدر او را در وقت شدن پدر لعنت یا گفتن که لعنتی. این بسیار قبیح است. دری خرمی بر سرای ببند، شیخ سعدی میگن که بانگی زن از وی برآید بلند. چوزن راهی بازار گیرد بزن، وگرنه تو در خانه بنشین چوزن. حضرت شیخ سعدی میگن. شیخ سعدی بزرگواره که در بستانش همه کتابشو میخونیم، همه میشناسیم. چی میگن؟ چوزن راهی بازار گیرد بزن. راهی بازار پول بدست کردی، بازار با بازار تیلا خریدن که گرفت، گشتن که گرفت، و یقین بدام که بعد چی میشود؟ وگرنه تو در خانه بنشین چه زن، تا اگه زن میشه و مرد میشه وقتی که بازاری کشه. البته که در جمعه های پیشینه هم سوال آمدگی بود که
آیا سودا کردن در بازار نشستنشون درست است؟ بله درست است، در حالتی که شوهر نداره، بیوه است، قشاق است، فقیر است، کمبغل است، میلش سطر حجاب اسلامی را به جا بیاره ضرورت است. اما بی ضرورت شوهرش باشه، ثروتمند باشه، فرزنداش کار کنن، خودش با بازار را بگیره، او بازار چی است؟ جای عبادت نیست، جای طاعت نیست. همه تون معلوم است که چه خیلی جا است بازار، بغیر از دروغ و فند فریب دیگر چیزی در اونجا نیست. او جای طاعت عبادت نیست، او از مجبوری است که جا میره و با بازار میشینه. چو زن راهی بازار گیرد بزن، وگرنه تو در خانه بنشین چو زن. حضرت شیخ سعدی